تشویش می تواند باعث پیدایش بیماری تربات و التهاب بندها گردد و شخص را یک عمر بستری سازد. دکتر رسل سیسیل، پروفسوری فاکولته طبی اونیورسیته کارنل که در دنیا مشهورترین متخصص التهاب بندها ارتیت به شمار می رود، 4 سبب پیدایش این بیماری را نامبر می کند. یکم، شکست حیات عائلوی. دوم، فلاکت مالیوی یا یگان اندوه. سوم، تنهایی و اضطراب. چهارم، دور و دراز محفوظ داشتن رنجش. معلوم است که این 4 حالت هیجان آور سببگاران اساسی پیدایش ارتیت نیستند. شکل‌های گوناگون ارتیت موجودند که سبب‌های پیدایش آنها مختلفند، ولی اساسهای آورده دکتر سیسیل از همه پهن شده ترین هاست. مثلا وقتی یک رفیق من در حالت ناباب مالیوی ماند، خط گازی خانه‌اش را بریدند و بانک صورت حسابش را محکم کرد. همسرش گرفتار درجه وزنی ارتیت شد و تا وقتی حالت مالیوی عائله به نگشت، بیماری او نه از طبابت بهگشت نه از پرهیز. تشویش می تواند باعث پرسش دندانها شود. دکتر ویلیام مکگونیگ هنگام سخنرانیش در جلسه استوماتولوژهای آمریکا گفته بود: حسیات ناهنجاری که از اضطراب، مایوسی، ترس و غیره پیدا می شود می تواند موازنت کلسی را در ارگانیسم ویران نموده باعث پوسش دندانها گردد. دکتر مکگونگیل اظهار داشت که یک رفیقش دندانهای سالم داشته است، ولی هنگام زن او ناگهان به بیماری سخت گرفتار می شود، یک باره در دهان او 9 دندان پوسیده پیدا می گردد. سببگار این تشویش و هیجان است. تشویش و بیماری غدودهای سپرشکل. شما یگان بار به آدمی بیماری نمایان غدودهای سپرشکل گرفتار یا دچار شده؟ آنها می لرزند و چنین شکل و نمود دارند که گویا نوکک سخت ترسیدند. در چنین اشخاص فعالیت غدودهای سپرشکل که فعالیت تمام ارگانیسم را تنظیم می سازند ویران شده است. در چنین حالت کار دل تیز می شود و آدم می لرزد. اگر این دور و دراز ادامه یابد به مرگ می برد، چون که در این حالت ارگانیسم خودسوزی می کند. به همین نزدیکی همراه یک رفیقم که گرفتاری چنین بیماری بود به فیلادلفیا به نزد متخصصی که 38 سال باز به طبابت چنین بیماری مشغول است رفتیم. اولین سوالی که او به رفیق من داد چنین بود: کدام تشویش و هیجان شما را به چنین حالت آورد؟ این متخصص رفیق ما را آگاه ساخت که اگر تشویش و هیجانش را فرو ننشاند ممکن است به بیماری دل، زخم معده یا قند گرفتار شود. همه این بیماری ها خویشان نزدیکند، گفت دکتری مشهور. او راست می گفت. آخر اساسی همه آنها تشویش و هیجان است. تشویش باعث کاهش حسن و پیش از مهلت پیر شدن آدم می باشد. میرل آباران ضمن یک صحبت به من اظهار داشت که چطور تشویش و هیجانش را فرو نشانده است. او می فهمید که تشویش و هیجان بهترین بایگری او را چون اکتریس چهره زیبایش را برباد می دهد. وقتی بار یکم خواستم در کینو نقش آفرم، به خاطر آورد میرل آباران، من در تشویش و هراس بودم. آن وقت نوکک از هندوستان آمده در لندن کسی را نمی شناختم. نزد چند کارگردان رفتم ولی کسی از آنها با من نقشی را تکلیف نکرد. مبلغی کمی که در اختیار داشتم به تدریج تمام می شد. در 2 هفته آخر خوراکم از آب و کلشه خشک عبارت بود. اکنون من نه تنها تشویش و اضطراب می کشیدم بلکه گرسنه هم می ماندم. خود به خود می گفتم: ابله، ممکن تو را عموما به نقش دعوت نکنند. تجربه نداری کو؟ یگانه بایگری چهره زیباست، ولی این ممکن کم باشد. باره به نزد آینه آمده دیدم که تشویش و هیجان در چهره من چه نقشی بدی گذاشته است. به دهشت افتادم. آژانکا را دیدم که چهره پرتهلکه مرا الکی پیچانیده گرفته بودند. آن وقت قطعاً به خود فرمودم: تو باید حتما به این خاتمه گذاری. تو حقوقی به تشویش و هیجان افتادن را نداری. یگانه بایگریت حسن است و آن را برباد داده ایستاده ای. یگان چیزی دیگر چون هیجان و اضطراب نمیتواند زنان را اینقدر تیز پیر و بد خشم سازد. اضطراب چهره‌ها را نافارم میکند. او ما را مجبور میسازد
که جاغ خود را مدام فشرده مشک‌های روی را کشیده نگاه داریم و از این آژنگ پیدا می شود. اضطراب چهره را ترش و آدم را دلگرفت می سازد. از اضطراب موی سر سفید سر کل می شود. از اضطراب پوست رو خشک و شخشلو بی‌زیب شده در آن آبله های فساددار پیدا می گردند. اضطراب و دل. کسری دل در امریکا قاتل رقم 1 به شمار می رود. در سالهای جنگ دوم جهانی 3.1 میلیون مردان در میدان نبرد هلاک شدند، ولی این وقت 2 میلیون آدمانی در جنگ اشتراک نداشته از کسلی دل وفات نمودند که 1 میلیون آنها را سبب بیماری دل، تشویش و حیات شدتناک بود. حقیقتا هم بیماری دل یکی از سبب‌های اساسی است که دکتر الکسیس کارل در این زمینه گفته است آدمانی که با تشویش و هیجان مبارزه برده نمی‌توانند در جوانی وفات می‌کنند. زن‌های جنوب ایالات متحده آمریکا و مردم چین به کسلی دل که سببش اضطراب است خیلی کم گرفتار می‌شوند. سبب آن است که آنها به حادثه و واقعه‌های حیات خیلی آرامانه می‌نگرند. دختران نسبت به کشاورزان 20 مراتب زیادتر به بیماری‌های دل گرفتار می‌شوند، چون که کار آنها بیشتر هیجان آور است. خدا گناه‌های ما را می‌بخشد گفته است ویلیام جیمز، اما سیستمی مرکزی عصب نه. ما یک فکت عجایب داریم. هر سال شماری امریکایی‌هایی که خودکشی می‌کنند از آنهایی که از 5 بیماری شدیدترین گذرانده می‌افتند می‌افزاید. برای چی؟ جواب این سوال یک است: از تشویش و هیجان. وقتی سرفرمانده حربی چین اسیران خود را مشقت می‌داد، دست و پایهایشان را بسته زیر ظرفی پرآب می‌ماند که از آن به سرشان شب و روز چکره چکره آب می‌چکید. رفته رفته ضربه این چکره ها از ضربه بالغه هم وزن‌تر می‌نمود و اسیران را دیوانه می‌کرد. این اصول را ظلمکاران اسپانی و گیتلرچیان نیز استفاده می‌بردند. تشویش متصل نیز به همین چکره چکره چکیدن مانند است و بسیار وقت آدمان را تا عقل گم کنی و خودکشی می‌برد. هنگامی که من در دهات شتاتی میسوری میزیستم، از حکایت‌های بیلی سند درباره آتش دوزخ خیلی میترسیدم، ولی او درباره عذاب‌های دوزخانه آنهایی که دائما در تشویش و هیجان چیزی نمیگفت. اگر کسی دائما در تشویش و هیجان باشد، انیق است که روز عذاب دوزخانه استنوکردیا را از سر خواهد گذران. شما حیات را دوست می‌دارید، می‌خواهید که عمر دراز بینید و مدام تندرست باشید. چگونه میتوان به این نائل شد؟ من با سخنان الکسیس کاردل را میارم. او گفته است آنهایی که در محیطی پردوغج و پرماجرای شهر آرامی خود را از دست نمیدهند به کسلی‌های عصب خیلی کم گرفتار میشوند. آیا شما مقتدرید که در محیطی پردوغج خود را آرام نگاه دارید؟ اگر آدمی مکمل باشید جواب میگوید که ها. بسیاری ما نسبت به آنه که به نظرمان می نماید زورتریم، خیلی زورتریم. هر کدام ما نیروی داخلی داریم که به کمک آن خیلی کم مراجعت میکنیم. همچنان که گنری تورو در کتاب جاویدانه خود والدن گفته است من یگان حالت الهام بخش ترین را نسبت به آنه که آدم با عقلانه جانب مقصدهای عالی جهد میکند ندیدم. اگر هر کدام ما قاطعانه جانب عملی آرزوهای خود قدم زنیم و بهر بهبودی‌های حیات جد و جهد نماییم، حتما به موفقیت نائل می‌گردیم. انیق و واضح است که بسیاری شما به مثل آلگا جروی قوت مقاومت داخلی را دارایید. دقت دهید او چی می‌نویسد؟ 8 سال پیش من به مرگ محکوم شده بودم. مرگ تدریجی خیلی اذیتناک از سرطان. بهترین دکتران قلمرو برادران میو که حکم را تصدیق نموده بودند در لب جر بودم. چخوری بیتگ مرا جانب خود میخوام، ولی جوان بودم و مردن نمیخواستم. در یک حالت نومیدی به دکتر طبابتیم مکفری با کیلاک سیم زده تمام درد و علمم را با آب چشم اظهار داشتم. او مرا با صبرانه گوش کرد و سپس گفت با تو چی شد آلگا؟ چه قابلیت نداری که مبارزه بری؟ همین خیل گریستن گیری البته میموری. درست است که به حالتی بد گرفتار شده ای،
ولی مبارزه بر سر اول تشویش و اضطراب را خاتمه گذاشته بعد علاج باید جستن. انا از همان لحظه سر کرده قول دادم که برای نجاتم تمام قوه داخلی خود را استفاده می کنم. هیچگاه به هیجان نمی یابم، نمی گریم، غالب می آیم، زنده می مانم. مدت مقرره قبول نورهای رنگینی عادتاً هر روز 12 دقیقه در طول 30 روز است. من باشم 49 روز 14 دقیقه نور قبول می نمودم. بدنم پوست و استخوان شده بود. پایهایم سرب ریختگی بر این وزنین گشتن، ولی خود را مجبور می کردم که به اضطراب نآیم. یگان بار نگریستم، می خندیدم. خود را مجبور می کردم که بخندم. من آنقدر نادان نیستم که عقیده داشته باشم با خنده سرطان را تبابت کردن ممکن است، ولی حقیقتاً باور دارم که وقتی خوش و دماغ چاق با ارگانیسم کمک می رساند که به مقابل هر گونه بیماری ها مبارزه برد. به هر حال با این سر من از سرطان تبابت یافتم. به همه این من از دکتر مکفری که گفته بود تشویش و اضطراب را بس کرده بعد یگان علاج جستن لازم منت دارم. این باب را با آخر رسانیده ایستاده سخنان الکسیس کارل را باز تکرار میکنم. آدمانی که با تشویش و هیجان مبارزه برده نمیتوانند جوان میمیرند. این را نباید فراموش کرد. خلاصه قاعده یکم، اگر خواهید که از تشویش و هیجان خلاص شوید به نصیحت ویلیام آسلر گوش اندازید. در داخل همین روز زندگی کنید. از صبح تا وقتی خواب آرام باشید. قاعده دوم، اگر بدبختی شما را به کنجک تیله دهد از توصیه های سحرناک اولیس کاریر استفاده برید. از خود بپرسید اگر پرابلم خود را حل نکنم حالت از این بدتر کدام خواهد بود؟ خیالاً خود را به حالتی از این بدتر آماده سازید. کوشش کنید که آرامانه علاج یابید برای بهبودی وضعیتی که خیالاً تن داده اید. قاعده سوم، ضرری را که تشویش و هیجان به شما میرسد از خاطر فراموش نکنید. آدمانی که با تشویش و هیجان مبارزه برده نمیتوانند جوان میمیرند. قسم دوم، متدهای اساسی تحلیل تشویش و اضطراب. باب چهارم، پرابلم های تشویش و اضطراب را چگونه تحلیل و حل کردن ممکن است. توصیه های سحرناکی ویلیس کاریر که در قسم اول باب چهارم این کتاب دیده برآمدیم، آیا می توانند که همه پرابلم های تشویش و اضطراب را حل نمایند؟ البته نه. ما باید به آن آماده باشیم که به نمودهای مختلف تشویش و اضطراب استادگری کنیم. برای این لازم است 3 مرحله تشویش را آموزیم. مرحله یکم، معلومات جمع آوردن. برای چی مهم است که ما در اختیار خود باید معلومات داشته باشیم؟ اگر در اختیار خود معلومات نداشته باشیم حتی کوشش هم کرده نمیتوانیم که با عقلانه به حل آن پرابلم آغاز نماییم. معلومات نداشته باشیم ما فقط به واهمه افتاده بیهوده دست و پا میزنیم. این فکری من نه، عقیده مرحوم گربرت هاکس، شخصی که 22 سال دکان دانشگاه کلمبیا بود می باشد. او به زیاده از 200,000 دانشجویان کمک کرده است که از تشویش و اضطراب رها یابند. هاکس به من چنین گفته بود: نصف تشویش و اضطراب دنیا از آن سر می شود که هنوز فکت جمع نآورده در نیت حل مشکلات می شویم. او چنین اظهار کرده است: اگر در نزد من مسئله‌ای که باید هفته آینده روز سه‌شنبه حل کرده شود ایستاده باشد تا آن روز فرا نرسد یگان قرار قبول نمی کنم، بلکه تا آن روز به جمع آوردن معلومات مشغول می شوم. به هیجان نمی آیم، به واهمه هم نمی افتم، خوابم را گم نمی کنم. تمام نیرویم را به یک مرکز جمع آوردن معلومات روانه می سازم. طوری عمل می کنم که تا آن روز در اختیار من همه معلومات ضروری موجود باشند و پرابلم در خود و پرابلم خود از خود حل می گردد. از هاکس پرسیدم که آیا این معنای از تشویش و هیجان پر رها شدن را دارد؟ بله، جواب داد او. با دلی پر می توانم اظهار سازم که حیات من از تشویش و اضطراب پر رها یافته است. من فهمیدم که اگر آدم سری وقت امکانات خود را به جمع آوردن فکت ها صرف نماید، این عمل را ابجکتیوانه
و متصل اجرا کند. تشویش و اضطرابش در زیر نور معرفت و دانشش خود از خود غیب میزند. اجازت فرمایید من این سخن را تکرار کنم. اگر آدم سری وقت امکانات خود را به جمع آوردن فکت ها صرف نماید، این عمل را ابجکتیوانه و متصل اجرا کند، تشویش و اضطرابش در زیر نور معرفت و دانشش خود از خود غیب میزند. اما اکثریت ما چنین رفتار نمی کنیم. یک ذره هم قوه صرف نمی کنیم که با فکت ها آشنا گردیم. توماس ادیسون تماما جدی قید کرده است: آدم به هر کار قادر است، فقط هیچ خواهش ندارد که عقلش را کار فرماید. اگر ما برای جمع آوردن معلومات قوه هم صرف کنیم، اکثر وقت از پشت آن چیزهایی میگردیم که الکی میدانیم. تمایل فکت های باقی مانده را به نظر گرفتن را نداریم. ما را آن فکت های قناعت میکنانند که در گذشته از آنها آگاهی داشتیم. عملیات هایمان را درست معنیداد میسازد و به خواهشمان موافق است. طور اندره مارو گفته است: هر چیزی که به خواهشمان موافق است به ما درست می نماید، هر چیز ضد است ما را به غضب می آرد. مگر این غیر عادی است وقتی ما هنگام حل پروبلم های خود با دشواری های کلان روبرو می آییم؟ باور کنید عادی ترین مثالی متمتیکی را هم حل کردن آسان نمی بود اگر ما نمی دانستیم که 2 جمع 2 4 می شود و 3 جمع 3 6. ولی در دنیا آدمان زیاد موجودند که عقیده دارند 2 جمع 2 5 یا حتی 500 می شود و حیات را هم برای خود و هم برای دیگران به دوزخ سوزان تبدیل می دهند. در این حالت چی باید کرد؟ نباید به حسیات داده شویم، بلکه چی طور خاکس اظهار می دارد ابجکتیوانه و متصل به جمع آوردن معلومات مشغول شویم. اما وقتی ما پر از تشویش و اضطراب باشیم، البته حل این مشکلات آسان نیست. در چنین حالت حسیات ما بالا میگیرد. من به شما 2 اسلوبی فایده‌ناک به پرابلم خود از موقع آدمی بیگانه بها دادن را تکلیف میکنم. آنها از خود شوند امکانیت فراهم می آید که به مسئله فراهم و ابجکتیوانه نزدیک شویم. یکم هنگام جمع آوردن معلومات گاه طور تصور میکنم که نه برای خود بلکه برای آدمی بیگانه اخبار جمع آورده ایستادم. این امکان میدهد که حسیات را دور افکنیم و بیشتر ابجکتیوی باشیم. دوم، برای آشکار نمودن فکت‌های به من دخلدار گاه ها خود را حقوق‌شناس تصور میکنم و از جانب مخالف سخن میگویم. کوشش میکنم معلومات جمع آورم که برعکس خواهشم و به مقابل من باشد. سپس اگر گپ درباره یک مسئله باشد، همه طرفدار و مقابل ها را می نویسم. آنها را آموخته من به خلاصه می آیم که حقیقت در مابین این نقطه های به هم مقابل واقع است. مقصد چیست؟ گفتنیم که نه من، نه اینشتین و نه سود عالی ایالات متحده آمریکا قابلیت نداریم که پیشکی به فکت‌ها شناس نشده خلاصه براریم. توماس ادیسون این را می دانست. بعد مرگش 2,500 دفترچه او را یافتند که پر از معلومات و مشکلاتی دوچار آمدنش بود. قاعده اول: معلومات جمع آورید. در این بابت از خاکس عبرت گیرید. یگان مشکلات خود را پیشکی متصل و ابجکتیوانه فکت جمع آورده حل کردنی نشوید. قاعده دوم: تحلیل و ملاحظه های معلومات. اگر ما تمام فکت های جالب دقت دنیا را جمع آوریم ولی آنها را تحلیل نسازیم و درباره‌شان ملاحظه نکنیم، یگان فایده ندارد. در اساس تجربه تلخ حیات من کیها فهمیدم که تحلیل فکت ها همان وقت آسان و فایده‌ناک است که آن را می نویسیم. حقیقتا هم در ورق درج کردن فکت ها و عمیق تصویر نمودن پروبلم بسیار وقت باعث حل عاقلانه آن می گردد. طور چارلز کیترینگ گفته است: خوب تصویر کردن مشکلات نصف حل آن است. به من اجازه دهید نشان دهم که این اصول را چطور عملی کردن ممکن است. خطائی ها می گویند که یک تصویر 10,000 سخن دارد. تخمینا مثل آنه که من نشان می دهم یک آدم چی کار کند. باید واقعی را که به گیلن لیچفیلد رویداد دیده براییم. چندین سال است که من این آدم را می شناسم. او یکی از صاحبکارهای با رونق امریکایی در شرق دور به شمار می رود. جناب لیچفیلد سال 1942 وقتی یپانها شنغهای را محاصره کرده بودند در خیتای کار می کرد. این واقعه در آنجا روی داده بود.
وقتی یپان‌ها پرل هاربور را اشغال نموده حکایه کرد و گروه گروه به شانگهای داخل شدن گرفتند، من رهبر اداره سقورته آسیایی در شانگهای بودم. به پیش ما لیکویداتوری حربی را فرستادند که رتبه ادمیرالی داشت. این ادمیرال به من فرمود که در محو فاندها با او کمک کنم. من امکان سرکشی نداشتم، یا باید با یپانها همکاری میکردم یا با حیات پدرود میگفتم. خلاصه از پی اجرای فرمان شدم، ولی بروی خطی ادمیرال یک دسته کاغذهای قیمتناکی را که $750,000 نرخ داشت همراه نکردم، از سبب آن که آنها به شعبه در گونگ‌کنگ بوده اما منصوب بوده به فاند شانگهای یگان دخالت نداشت. با وجود این میفهمیدم که یپانها از این آگاه گردن احوالم خیلی بد خواهد شد. روی داد آن چیزی که من میترسیدم. وقتی این سر آشکار شد من در اداره نبودم. سربغلترم گفت که ادمیرال یپانی از این خیلی به غضب آمده است. پایهایش را به زمین کوفته دشنام و حقارت داده مرا دزد و خیانتکار نامیده است. من خوب میدانستم که این چه عاقبت دارد. حتی ممکن است مرا به بریج هاوس پرتایند. بریج هاوس کامری عذاب و عقوبتی گستاپو یپانی. بیشتر آدمان را میدانستم که از اینجا افتادن دیده خودکشی را اولاتر میدانستند. بعضی ها به اینجا افتاده به عذاب و عقوبت‌های آن 10 روز هم تاب نآورده بودند. انا همین محبس اکنون به من تهدید مینمود. خوش چی کار کردم؟ این خبر را روزی یکشنبه نصف روزی شنیدم. همه سبب‌های مایوسی را داشتم. طولی چند سال آخر هر وقت به هیجان می آمدم نزد ماشین خط نویسی آمده 2 سوال و جواب‌های آن را می نوشتم. از چی تشویش دارم؟ یکم، از چی تشویش دارم؟ دوم، وابسته به این چی می توان کرد؟ وقتای اول فقط سوال می دادم و جواب‌های آن را نمی نوشتم، ولی حالا این عقیده‌ام را تغییر دادم. فهمیدم هم سوال و هم جواب آن را نوشتن تحلیلی مشکلات را آسان می سازد. اینک روز یکشنبه بعدی نصف روزی با اتاق کاریم داخل شده نوشتم. از چی تشویش دارم؟ میترسم که مرا پگاه به بریج هاوس میبرند. وابسته به این چی میتوان کرد؟ ساعتهای دراز را برای یافتن جواب به این سوال صرف کرده عاقبت بالای 4 واریانت قرار گرفتم. من میتوانم همه این را به ادمیرال ژاپنی فهمانم، ولی او زبان انگلیسی را نمیداند. اگر من به ترجمان مراجعت نمایم شاید او بیشتر به غضب بیاید. غضبی او میتواند باعث مرگ من شود. ادمیرال بسیار سنگدل است. از دشواری گفتگو دیده به بریج هاوس پرتافتن مرا آسانتر می شمارد. ب. فرار. ولی آنها دائما از قفای من نظارت می کنند. حتی در کجا بودنم را نیز دائما باید خبر داده می ایستادم. هنگام فرار دستگیر کنند بی شبهه می پرانند. و می توانم از کلوبم بیرون نبرایم، به کارخانه نروم. اگر این خیل رفتار نمایم ادمیرال را شبهه پیدا می شود. در این حالت ادمیرال عسکر می فرستد و آنها به یگان شک و شبهه مرا به بریج هاوس می پرتایند. در این صورت من نمی توانم برای خود سفید کنی یگان حرفی بگویم. گ. روز دوشنبه چون مقرری سحری بر وقت به کار رفتن. امکان دارد ادمیرالی ژاپنی خیلی بند باشد و من حتی به خاطرش هم نآیم. به خاطرش بیاید هم ممکن الکی غضبش پس شده باشد و مرا به حال خود گذارد. در این حالت حتی ممکن است به او چیزی را فهماندن ممکن باشد. ممکن است عذاب رها یابم. وقتی تمام وضعیت را تحلیل نمودم و ملاحظه راندم، چهارمش پونکتی گ را قبول نمودم و خود از خود سبکی حس کردم. روز دیگر وقتی به کارخانه آمدم دیدم که ادمیرال سیگار در دهانش در اتاق کاری من نشسته است. او دور و دراز به چهره من چشم دوخت ولی چیزی نگفت. شکر خدا. بعد چند او به تاکیو رفت و تشویش و عذاب من با همین خاتمه یافت. انا همین طور من حیات خود را توسط آن که تمام امکانات خود را تحلیل و ملاحظه نمودم نجات دادم. این امکانیت داد که من آرامانه قرار قبول نمایم. اگر به واهمه افتاده دو دله می شدم شاید نادرست رفتار می نمودم. بغیر از این تمام مدت انتظاریم با خودخوری می گذشت. آنگاه درست خوابم نمی برد و پگاهی شاید ادمیرال در چهره‌ام تشویش و هیجان را پی برده و شبهه می افتاد. تجربه حیات ما را وادار کننده است که به یک قرار معین آمدن خیلی فایده‌ناک است.
نقشه معینی کار و عمل نداشتن آدم را به علت عصب گرفتار و حیاتش را به دوزخ تبدیل می‌دهد. به من چنین می‌نماید که وقتی قرار پخته و عمیق قبول می‌کنم 50% تشویش و اضطرابم فرو می‌نشانم. باز 40% دیگری آن هنگامی که به اجرای قرارم می‌پردازم خود به خود غیب می‌زنند. همین طریق من 90% اضطرابم را فرو می‌نشانم. وقتی وضعیتی را که مرا به هیجان می‌آورد پر تصویر می‌سازم. می‌نویسم که چی باید کرد. قرار قبول می‌کنم. در رو از پی اجرای آن قرار می‌شوم. حالا گیلن لیچفیلد، دیرکتوری شعبه ستار پارک اند فریمن در شرق دور بوده، یکی از صاحبکارهای خیلی باوقار ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. او به من اظهار داشت که به تمام موفقیت‌ها ضمن اصول تحلیل پروبلم‌های تشویش به ذیل در بالا تصویر یافتن نائل گشته است. قاعده سوم، عمل کردن. سبب موفقیت اصول لیچفیلد در چیست؟ آن با عملیات ناکه و مشخصی اینچنین به اصلی مقصد نگرانیده شدنش فرق میکنند. از این رو تمام گفته های بالا را جمع‌بست نموده قاعده سوم را به سهمتان میرسانم که آن عمل کردن نام دارد. اگر شما فکت و اخبار جمع نماید، آن را تحلیل و ملاحظه نماید ولی عمل نکنید، این به مثل آن است که به ظرف سوراخ مایع میریزید. در این مورد تمام قوا و نیروی شما بیهوده صرف می شود. ویلیام جیمز گفته است وقتی قرار قبول و اجرای آن آغاز یافته است، دیگر درباره مسئولیت آن یگان اندیشه نکرده درباره نتیجهش چاره بینید. او با این گپش گفتن میخواست خوب ملاحظه نموده قرار که قبول کردید از پی اجرایش شوید. در نصف راه ایستاده قرار قبول کرده تان را دیگر نکنید. از نقشه کشیده بر نگردید. به شبهه راه ندهید. به قفا ننگرید. بار از وید فیلیپس، یکی از سروران دستگاه‌های نفتی اوکلاهوما، پرسیدم که او نقشه‌هایش را چطور عملی می‌سازد. جواب داد: من گمان میکنم که بالای مشکلات ما دور و دراز اندیشه نمودن میتواند باعث تشویش و سرگرم شدن گردد. حالت می شود که دور و دراز تحلیل و ملاحظه نمودن عملیات را ضررناک میگرداند. باز حالتهایی هستند که در رو قرار قبول نموده عمل کردن لازم میگردد. دیگر به قفا نباید نگریست. همین طور که باشد چرا ما هنگام حل این یا آن پروبلم خیلی به تشویش و هیجان آمده اصول گیلن لیچفیلد را استفاده نمیبریم. آن را یک بار دیگر تکرار میکنم. سوال یکم، از چی تشویش دارم؟ سوال دوم، چی میتوان کرد؟ سوال سوم، چی نیت ها دارم بابت حل پروبلم؟ سوال چهارم، کی نیت اجرای نقشم را دارم؟